طبیعت زیبا، آب و هوای تازه و مصفا، آسمان کبکبوت دهه زیده حتی آب دریایش را هم با خود یک رنگ کرده است. منظره طبیعت این گوشه زیبا منظر دیار عزیزمان ما را هر قدم مفتون و شیفته خود میکرد. میخواستیم که هر لحظه بازیستیم و از تماشای سنگ و کوه و مغزار و چشمسار این دیار بهشت‌آسای وطن لذت ببریم. این دیده مستان نومش بایگری بود، گاومال بود. ای روی همین نوم این دیده مستان بود. هزار آدم می اومد میرفت تماشا می اومدن، چیز میکردن، میخوردن، پیچ آدم آدم میموندن، دوره میستادن، میخوردن. در زمان قدیم در زمانهای پیش در همین خود جماعت 3 تا دیه بود است. در هر یک دیه یک کلخوز بود است. در هر یک کلخوز یک رئیس روبری میکرد است. همین دیه ها به هم زید بودند. برای همین خود زیدیت بین همین دیه ها نام همین زیدی را در بر گرفته است که حاضر یعنی جماعت زیدی میگن که حاضر در جماعت زیدی همگی 7 گویند دیه داخل می شود، خودی جماعت اونها رو در بر میگیرد. هر یک اتوبوس تماشا می آمد دیگه هر مملکت هر شهر تماشا می آمد که ما دیده رو بینیم. دیده چه خیلی های گفته می بردیم قیق و نونای کلون می دادیم شو بخیرش ما گفته و یا ما رو تینک می دادن، هر چیز بازیچه مو می دادن. کودک بدیم بازیچه می آوردن می دادن و می آوردن. این کیه که در پیش هست در زیده این ساعت زیده میگوین. برای ساعت زیده میگوین که در زمانهای قدیم در زمانهای پیر حاضر هم که باشد همون خود آفتاب که برابری همون کوه میشود، خودی همون قله میشود، یعنی ساعت برابری 2 میشود یا که برابر یک میشود. در روهای پیر برابر 2 میشه، حاضر باشه برابر 1 میشه. برای همین خود آدمان قدیم از همین خودی همین کوه نیمروزگاه و نام مونده بودن، از همین کوه استفاده میبردن. یعنی گوین که باید ساعت طبیعی نام کرده بودن. وقتی که ما به این موضع دلفریب رسیدیم، مردم دیها از پای کار و زندگی یکی خوشاله میکرد و دیگری زمین نزد حولی را سوس میکرد و قسم دیگر دیوار بیرون خانه و حولی ها را رنگ میکردند. دقت نخستین ما را نیز محض همین چیز بیشتر به خود جلب کرد، چرا در اکثر گوشه و کنار کشور نمودی ظاهری خانه را با رنگ سفید آرا میدهند، اما در اینجا برعکس رنگ سفید خیلی کم و یا عموما دیده نمیشد. قریب همه خانه ها با رنگ کبود و گلابی نمودار بودند. باشندگان این دیه اسرار این عمل را یکی در تبخم بودن با طبیعت سبز منیداد میکرد و دیگری مطابق به شرایط کوهستان. دورهای پیش ما کبود سفید میکردیم، آهک میوادن مثال سفید میکردن. حاضر مثال ماشین بسیار شدگی هست، اینا را کبود میکنن که مثال یک هفته یا یک ماه 2 ماه همون شکلش بسته که سیاه نشوند. انا برای همه کم میکنن، اگه نه همون پیشتره فقط ما سفید میکردیم خونه ها. حاضر دیگه با شرایط ها دیگه و وقت آهک خالی میکنیم حاضر با من چیزای نابرمده میدونن که فسانتر شن خوشروتر. ای چند گاهی ماشینا رو به کمزا و ماشینا رو میرمیان همه دیولان قی خاک میرند و سفید خیلی بادین و قچنگا میکنن میتوان حاضرن کبوترشون کبن میکنن که قچنگا رو نبینیم. در دیها همه خواهیم نخواهیم راههای رفت و آمد مردم راههای خاکتوده هستند و با نظر داشتیم که در اینجا همین منتظم شمالهای سخت که میوزد، همین شمالهای سخت همین خاکروبه راه رو گرفته در همین دیه پهن میکند، اکثریت در همین دیوارها زده وای میکند. انا با دیوارهای سفید که زمین خاک به خود میگیرند، یک دیوار نمودی کمتر دل وای پیدا میکند، همین نمودی سفیدی خودش گم میکند. با همین مقصد با خاطر اون که همین سیمای نمودی بیرونی بناها همیشه زیبا و دلکش باشد، همین رنگی بیرونی بناهای خانه ها را با کبود و چخیلی که گفتیم احیانا با سرخ آرام میتین و همین در حالتی که همین شمال ها میشود و چنگ خاک در اینجا میپرتود اونقدر اینو به نظر نمایان نمیشود. انا به همین خاطر امروز همین رنگ دلخواه مردم انتخاب شدگی هست.
بیبی نیازماه کهن‌ترین باشنده دهه زیده است و سالها انیخترش دوام عمری نزدیک به 100 ساله در این دهه زندگی میکند. تشریف ما به این عائله غیر چشم داشت اهل خانواده بود. با شنیدن سخنان نیک گمان پیشکی که شاید در این سن و سال خیلی ناتوان و خاطر پریشان باشد، نه، آنقدر از خاطرات گذشته یادآور میشد که برایش فراموش نشوندنی باقی مانده است، علل خصوص کار و پیکارش. خطالات پیشم آقا نو میافتی میخوردی چیز میخوردی اکو این دوره نبود. این دوره نو دوره چیز آوردی چیز مکتب نخوندم. ما اطاق 3 اپا خواریم. حالی 2 تا مردگی 1 منو. یک تا یک قلم دفتر مونه داد که مکتب بره مکتب بخونه مکتب چی خیلی هست. هیچی را نمیدونم او این سریاده نمیدونم تمام کردگی نمیدونم. صاحب درک نداشتیم خیش نداشتیم پدرمون مردگی مادرمون مردگی. یک کمپیره که عمه داره موی نگاه میکنه دیگه میگردیم روشا و میم در دیوه خوب میدیم. حاضر تینجا رحمت و پریزیدنت رحمت زارم با رحمتش کنه پدر و مادرشه. وقت رای چی بود که بیدار خونه تا ماشین قطع زمستو بیای حاضر اینجا تونل خشروشه بینی روی خشروشه زمستو دم میانه دندک دم میکنه. وقتا خودی اشیار پیاده بیدارن زیده 2 روزه به میرسیدی. هزارم با رحمتش کنه پدر و مادرش که 1000 ساله شوه و به خدا که قطینجی و امانی همه تینج خشرو تاجیکستانی گل و گلکاریش ببی ذوق میتیم میرم. علف درو میکردیم گندم درو میکردیم دیگه چیکار میکردیم؟ و میکتیدن گندم بار میکردن یا لینچه گندم میدادن میآوردیم اور میکردیم میخوندیم. چون بچه ها میخونن 1000 مرد چون مکتب تمام کردن تقاضا و جاگیری دارن نبیره 3 تا نبیره دارم. انا بعد دیگه 75 76 نبیر کبیر بسیار دارم. هرچند مقصدی ما به این دیار تهیه دیگر برنامه بود، اما آن چشمه و رودهایی که در اینجا دیدیم با آب شفاده و صاف و سرد و همشیرین ما را نمیگذاشت که بی توجه باشیم. در این مکان اصلها باز چشمه های زیاد ارزی هستی میکنند و با خصوصیت شفا بخشیشان معمول و مشهورند. شیرشیر صدای گوارا و روبخش چشمه و رودهای از تگی دره باری دیگر از قدرت و توانایی طبیعت معجزه آفر و وطن آب تازه شمردن تاجیکستان عزیز و محبوب درک میداد. تاجیکستان مکان آبهای تازه با صفا هست که دقت هر یک سیاح بیش از همه به خود جلب میکند. و غیر از این چشمه هایی هستند که اومده در این رودهای کلان یک جایه میشوند. بعد از آن همون منظره های دلفریبی که در اونجا هستند همینا. بعد همین حالت های رسم و مدنیتی که از قدیم الایام امروز در بین این مردم نگاه داشته شده است، همین توجه سیاحان داخلی و خارجی را به خود بیش روز از روز زیادتر جلب نموده ایستاده‌اند. جماعت زیده یک گوینگ طبیعت زیبا دارد در فصل بهار. در زمانهای من از شوروی از خود طرفهای مملکت‌های خارجی که بخونم از خود شویتساری از خود مثلا خود گرمن چون می‌آمدن خود گوینگ که تماشابینان می‌آمدن اونها سیاحان می‌آمدن اونها تماشا می‌کردن میگفتن که اینجا شویتساری دوم است برای که در فصل تا تیر ما اینجا یک طبیعت زیبا هست سبز است برای که اون که کوهستان است در اینجا ترمه‌های بسیار است. خب بغیر از این در خود زیده نقطه‌های اساسی تاریخ خیلی زیاد است. من خوبی معدنی خراسان خاک است که در ترکیب بیشتر نمک‌های مینرالی پایده بخش است، گاز کربن است. آب و گفتند و گپش حقاً روی کتاب مسلمانیان کتاب درباره آب و حقیقت میگم. من یک مثال در دوره بچگی برف میزد تو دم ترسم که حاضر خلقان یک آب شدن دارن گپش روی حق روی کتاب و باید ما و شما احتیاط کنیم. حالا این تاجیکستان ما و شما آب در مملکت دیگرش در نیست. هزار با شکر پروردگار من پیشوای ملت ما امام علی رحمه. اون برفایی که در قله بلندتر میبینه هوایی به طور دائمی میمونه و پیرخ‌هایی هستند که امروز بالاشون برف‌ها
پوشاندگی هستند و یا انا منبع آب‌های آشامیدنی هستند. سرچشمه دریای ورزاد از همونجا آغاز می‌یابد. انا دریای زیده چخیلی که انا می‌بینیم ما از یک گذشته ایستاده است و در پایان‌تر می‌رود با 2-3 دریای از جلوش دریای نام دریای ورزاب می‌گیرد و وقتی که با از این پایان می‌رود نام دریای دوشنبه رو می‌گیرد. انا همین دریا انا از همون موضعی که امروز در اونجا برفا هستند از همونجا آغاز می‌یابد. یک چشمه دیگر است به نام کنتیماس میگن در سرش من مخرج جویگیر است. این گویم که همه خیلی سنگ گرده رو گویی که بس آدم استعمال میکنه سنگ گرده رو وای مایده میکرده است. یعنی خود آدمان خدمت تجربه کردن که اگر خود همون چونی که مثلا در ترکیب و غش میگن یعنی نمک جمع میشود نمک‌های مثلا مگنی کلسیم جمع میشود وقتی که ما به همین آبی خود چشمه کنتیماس رو گفته که تکرار میشود گفتیم یعنی وقتی که ما میشوبیم همون خود همون نمک در ترکیب همون آب حل میشود یعنی محیطی که خورد داشته باشه صلاحیت داشته باشه که خود هوا حل میشود خود همون شد تازه میکنه. یک ورزاب دو آب تازه نیست پامیر رای آب تازه روشنی دنیا رو آب شد کولی سریز میگن و کولی کلوترینی تاجیکستان است تمامی تاجیکستان و بخواه او میکنه. سیاحان داخلی خارجی زیادی در همه سال در موسم از حدود جماعت دیوت زیده دیدن میکنند. قسمی از آنها به موضع خواجه سنگخاک میروند. موضع خواجه سنگخاک هم یکی از جایهای زیبا منظری نه اینکه جماعت حتی ناحیه ورزاب است و در اونجا هم خیلی حالتهای زندگی مقرری مردم است. ایلاق رفتن در اونجا مردمان دهه هزاره به ایلاق میروند. در اونجا یک آبی شفایی هست با نام آبی خواجه سنگخاک. هنگامی که از این مکان میگذشتیم میان محض همین جویها آبی صافی که در اینجا میبینید موضع پرورش زنبور عسل انتخاب گردیده است و نفر با مهری به اندازه گویا با اویله زنبورها گفتگو میکرد و با آنها غذا میچشید. ما نیز لحظه در اینجا باز ایستادیم. 70 اویله زنبور عسل داریم. خیلی چی داره خراجات هم داره نه که درآمدی خوب میبره در این ساعه در زده خب عسل میتیه گرد گل میتیه پروپولیس میتیه من سطح زندگی رو کمتر میبرداره نصف فایده میبره خصوصا امسال من هم گفتم که رستمی عسل دهنده من هم این هم خوراک چاروای هم برای عسل فایده خوب میتیه. داروی 7400 نفر اهالی بوده در بلندی زیاده از 10,000 متر جایگیر می باشد. مشغولیت اساسی ساکنان جماعت دیهات زیده چارواداری بوده. طول سالهای اخیر در دایره هدایت‌های اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت رشد زنبور عسل پروری و کارتشک پروری مردم به این ساحه دقت جدی داده ایستاده اند. در اساس دستور هدایت‌های پیشوای ملت درباره رشد سایه زنبور پروری ما همه چیزا پیش دستی کاری خود کردیم همه چیزا بس شوق بود خیر گرفتیم این کار سر کردیم اول از 2 اویله و 4 اویله به همه خیلی زیاد کردن گرفتیم باز تا 70 اویله را درآمد نقش شد همه چیزا من سر و کار کردیم سودیم گفتیم که 15-16 سال شد من همه چیز ما ضرر ندیدیم. حاضر من چه خیلی دیده استاده من همین حاضر روشنایی همین اصل کم آورده استاده ام الان ما ایون در شکر خدا من اوجه کم هست من رامکو رو ببینه همین نشانه من همین چیه اصل چی ده بتوه همین چیه اصل آورده استاده ام با وقتی که بسیار آورن همین رامکو رو پر میکنن با قول مثال زنبور پرورو بلد میکنن یا سفید میشه بالاشون همین مخم میکنن با زنبور همشه همین خودش میکنه همین خیلی توش نوست 6 کنجه را ممکن آدمیت کرده نتونه همینا همین میکنه اصل میوره با هم خیلی میکنه که نمیریزه اصل با همون تونیکیش نمیریزه همین خونه چو
қиёмиддин яқубов мегӯяд 15 сол пеш ки даст ба занбурӣ асалпарварӣ задам ҳеҷ кас гумон надошт ки дар ин минтақа ки каме боду ҳавояш сард аст соҳаи занбурӣ асалпарварӣ мутобиқ бошад. Аммо бо талошу заҳматҳои шабонарӯзӣ ин шуғлро ба як сатҳи муайян расонидем. хулас ҷойгиршавии оилаҳои занбур барои афзоиш ёфтани онҳо мувофиқат кард. ҳар як оилаи нави занбур қариб 30-40 килограмм асал тайёр кард. аз ҳамин лиҳоз хулоса баровардан мумкин аст ки таъмини оилаи нави занбур барои беҳтар кардани занбури асалпарварӣ дар ҷамоати зиде саҳми худро гузошт. занбури мо 15 соле дар ҳаминҷа истодагӣ аст. мо ягон ҷо намебарем, мана таъдашто намебарем, ҳаминҷа таги барда места. хоб тира мо қандом метиҳем, буҳор кулча кара метиҳем, баъд дигар алафҳо гирифта асали тоза хушона ҳам хушона вай мекунанд, ҳам бо даромад меоранд мода. мана мисол соли хуби асал мешавад дар зиде, мана растани асалдиҳанда бисёр шудага, барои ҳамин соҳаи занбурпарварида даромади хуб мешавад. мана 15 соли дар ин соҳа кор карда истодем. ин касби иловагӣ аст. касби иловагӣ аст мода мо кор мекунем бо. хуб ягон вақт зарар намебинем ай чиз, ҳама вақт даромади хуб метиҳад. табиати ин диёр барои рушди минбаъди ҳамин соҳаҳо хеле мусоид аст ва нафароне ки ба соҳаи занбурпарварӣ машғул ҳастанд дар мавсим аз ҳар як қутии занбури асал то 30 килограмм асал мегиранд ва ин барои беҳтар шудани сатҳи зиндагии онҳо мусоидат менамояд. оилаи занбур қисми асали дар тобистон захиракардаи худро хурдаи зимистон мегузаронад. беҳтарин оилаи занбур вобаста ба фаровонии растаниҳои асаловар дар мавсим то 130-150 килограмм асал меғундорад. 100-120 килограмми онро барои хӯроки зимистонааш мегузаронад. тартиботи оилаи занбур ин ҳамчун давлатдорӣ аст. малика ҳастак, хоб ана унҷа посбону ҳастанд ки занбури ҳархелер намемонанд, занбуре ки дар олудагӣ вай намемонанд. хуб инҷа канизакҳо ҳастанд, корагаро ҳастанд, мана бодаҳавосанҷош ҳастак, бетоншӯро мегӯянд, мана гарди гӯла меоранд, асал қади алдраш кара дар ҳамон ячейкҳо мемонанд, тухма вай мекунанд, таъмин мекунанд. тухма бо ваёш ҳастанд ки об мекашанд, вентилясия дора. ҳозир ман инҷа агар рӯй кунӣ чунон шамол мезанад ки гармӣ да вентилясия ҳаворо хунук мекунад, салхӣ мекунад, шамол метиҳад. ин албатта чизи нозик аст. бинем ки мисол дар давоми миллионҳо сол ҳамин тартиботе ки ҳаст ҳамин дига шудагӣ нест. мисол давлатдории мисол одамият чӣ хел тартиботу тағйироту чиҳо, ин ҳамон хел истодагӣ аст. ягон хел вай нест. ҳамин камтар нозикиҳошо надонӣ, ё қар мекуна мерава, ё ки афзоиш намеояд, ё ки хайд вай мешавад, нест мешавад. ин ҷош ки танг шуд қар мекунад. сари вақт агар мисол рамка намондӣ, ё ки мана боду ҳаво агар бисёр безеб шид, ё ки бехӯрокамон, ин занбур қар мекунад, мебурад мерава. бо фаро расидани мавсими гармо, вақте ки дашту даман гулпӯш, киштаҳо сабз ва маҳсулоти чорво фаровон шуд, қисме аз занҳо бо аҳли хонавода ба айлоқҷойҳо маскан мегиранд. чорвои худ ва мардумро нигоҳубин мекунанд. мо ҳамроҳи яке аз ин оилаҳо Қурбонали Муллоев ки дар мавзеи Шахак воқеъ дар дараи Майхора муваққатӣ маскан гирифтаанд, равона шудем. мо дар инҷа кори хунаро мекардем, мо дар айлоқ бо гов меҷӯштанд, маска мекарданд. маскара меоварданд, сатило пури рӯғани зард мо мекардем. говар кера мебаранд, бе ҳам ва нум шу маска меоранд. говема одам мера, чанд одам мебаранд. фрути ҷӯшонда мекарданд, бо чакка мегем, бо чакка шайта ҷӯшондаша меҷӯшанданд, мерехтанд тикка тикка бо веш кулула у чаккаш кулула. агар ки кӯшиш кунӣ, ғайрат кунӣ, мумкин ки ними зиндагиро таъмин кунӣ. аз ҷиҳати мана дуғ чаккаву мана эзима мебарем, эзими қоқ албатта мо чинда мебарем. ҳамин делохиҳо ки гова ки каранд, ҳамун аёлот дар таби кашошон дар шохошон эзима чинда овара, ҳам барои алоби худ бо барои зимистон
ذخیره کردن نگاه می‌دارن و ماشین را بر کرد بردن میگیرن. تا رسیدن به این مکان اگر از یک طرف راه دور بود، از جانب دیگر گذشتن از دریا توسط طناب به نظر هیجان آور داد. همین طریق با کمک قربان علی مولایف که هر زمان از این طناب راه استفاده می‌برد گذشته به سمت دیولاق رسیدگار شدیم. البته وقتی که ما پیش وقت بود کپرک‌های چوبی می‌ساختیم، دریا که می‌آمد میکن می‌برد، یا که آدم‌های ارگجا اومده گذشته یا که مولای ارگجا نگذارن گفته همون کپرک‌ها رو ما از بین برداشتیم. انا حاضر به واسطه من روی کناتی کردیم، کنات که خطی همین خطی می‌گذاریم. از دور به نظر بانوان سرجم به کار آورند. این هم باشد قروتمانی. خروطی تیار کرده این مادران از دیگر منطقه ها در حجم و وزن فرق داشت. ضمن صحبت یکی از این بانوان خود را محبیبی سفر و معرفی کرد و دیگری مسلمت جمعیوه که همه ساله به اینجا می آیند. معلوم شد که این زنها تا شروع فصل تیر ماه اینجا زحمت میکشند به خاطر که زمستان راحت گذرانند. تا 15-16 ماه می وابسته و همه باد و هوا ما می صحرا می آییم خیلی پسی همی گو مالو با استوست خیلی همه جاها دا مایده جنبیدن می گیریم. بعد گواره که جوشیدیم شیر می پزیم، چکه می کنیم، جرغات می زنیم، جرغات دوغ می کشیم. بعد دوغ کشی چکه را سخت می کنیم، همه خیلی داد خلطه گرفته وای میکنیم، سخت میکنیم. بعد که سخت شد همه خیلی قروتا را خیلی تیار میکنیم. من ایناشا دست قطع میکنیم، ایناشا باشه دامی دیگه کلان چکه را میدازیم، میپزیم، دوغا میپزیم. بعد پختنش همه خیلی قروتا و همه چی راست میکنیم بالای باماده و میریزیم. بعد ریختن این خیلی خودش همه چی خودش میکفرنگی لای قد دایره بارین. و بعد کفیدن همین خیلی ما میگیریم، همین خیلی محنت میکنیم، اینا رو سخت میکنیم، تگارو میکنیم، خیلی میشه و قروت. برای زمستان همین قروت برده قاق میکنیم، مثال یالین چای، نیملین چای. بعد زمستان که شد با دوغ که کمچین شد برای اوش سیغ قروت هوا میکنیم، دوغ میکنیم، قروتا میکنیم، هم اوش سیغ دیلو میکنیم، هم قروتا دوغ چکگی میگیم. زیده همه خیلی تاقای کمال میریزیم. بعد هم اویلوی مثال خوردن میگیریم. از جهتی بایم با لذت هسته چون که جوشیدگی پخته قیام شدگی هست. مسکه عرصا سوقات قیق میکردیم، در خرابار میکردن و 300 400 روغه میزید و اگه جارچه میخوردید فقط خوراک مو روغن زر بود. ما روغن من دو تر ندیده بودیم و دورده یکی اینو نبودن، یکم چیز اینو نبودن و دورده فقط روغن زر، روغن جغید تمام دیگه دنیست. بانوان ایلاقی از صبح تا شام به کار بندند ولی خستگی و چی طور گذشتن وقت را احساس نمی کنند. هر روز بیش از 20 سر مادگاو را دستی می دوشند. این تنها یک پهلوی کارشان. گلدختران در هوای صاف کوهستان چون مرغان آسمان پرپر می زنند. یکی از دنبال گوساله می دوید و دومین به کار دیگر بند بود. رخساره‌های تیفلان از گرمای نصفی روزی این مغزه لالگون گشته بود، اما تیفلان پروای دنیا را نداشتند. مستی نوش دوغاب و بازی‌اند.
بعد از دیجا یک ماه یکنی ماه که ایستادیم با ایلاقای بالا میریم. اینجا گرم میشن، بالا سلقینن، ایلاقای بالا میریم با اونجا تای کوه با سلقین تره و تا آخرای اوگوست میشینیم و میفرویم قشلاق دیگه. دوغ میکشی آبی جوشه میدادش گرم میشه با میره ها و نه صحرا ترمه برف میاری با میدادش با خنک میشه و مسکش میگیری و مسکش تست تیار میشه در برف قطی. اگر نه آب خنکم میگیزیم وقتی که دوغمی تیار کشید بالای همو ساغو ده چرخدید بالای هوای ده که زرد شید برای تز جدا شدنی مسکه ایدو خیلی آب خنک یا که ترمه میاریم ها. همین خروج اگر گویم که وقتش گذشت یک سال که گذشت سخت میشود چون سال میشه که به تور میدان کنیم. همین خروج جوشانده را چکه خب به آسان نبود. جوشانده ایجاد چی بیان استعمال میکنن خیلی دکترها توصیه میکنن طبیبا برای کسالای یودکه بده دالنه بده دارو یا شفا بخش بوده همین استعمال میکنن. بعض وقت میپرسن برده میتیم و با بیمارو مثلا اگر پرسن با دادن میگیریم این چیزا. خروط ما دیگر منطقه فرقش اینه که دیگر جهاده بسیار خروط نمکش بسیار میکنن یا که خیلی میدچه میکنن. ما یک باره همین خیلی هم کم نمک میکنیم هم وقتی دخکشی روغنش تازه میگیریم و سفید خسرو میآید. اگر که همین روغن در ترکیبی همین چکه بمونه خروطش خیلی خسرو نمیآید او که روغنیه به مدار میشه. در سالی که خانه و در و گذاشته برای دراز مدت اینجا اومدن چی سودی به دست میارن؟ میگویند 20 گاوی جوشای خش و تبار و خود رو به اینجا اختیار داریم. هر سال مقدار زیادی روغن میگیریم. به صاحبان گاو نیز کم و بیش میدهیم. ولی خودمون موسم بهار از همین روغن استعمال میکنیم. باز نبیره ها شیر و چکه میخورند. از روغن دیولاخ بانوان یک خوراک معمولی زیده بولماق یک جا با گوشت آماده میکنند. روغن زرد میدوزیم، روغن که جوشید گوشت میدوزیم، گوشت آرد میدوزیم، نمک میدوزیم، نمک همه چیزی که دختیم یک چکه آب میدوزیم خچ میکنیم. اول میشه بولماق تیار. ҳамаи лавозимоти истифода бурдаи ин бонувон аз чӯб омода гардидааст ки яке аз устохҳои моҳири деҳа қаландар ҳамзаев тайёр кардааст. гӯё равған, чака ва дигар маҳсулоти ширӣ бо истифода аз асбобҳои чӯбӣ сифаташро дер боз нигоҳ медорад ва вайрон низ намешавад. از رفت کاری این هنرمند که با آفریده‌هایش کاری بانوان را آسان می‌کند آشنایی پیدا کردیم. از روی نقل قلندرمک پدر و بابایانش نیز چوبکار بودند و این کسب برایش از خردی آشناست. پس از خانه‌دار شدن همراه خانواده این هنر اولادی را صیقل می‌دهد. آنها را در محله و بیرون از آن همچون عائله هنرمند ماهر اعتراف می‌کنند. استای همین دیور، استای چوب، استای امارات، استای آهن همه کسب‌ها از بابا کلان‌ها موندگی و ما میراث ما همین چیزها رو وای میکنیم از بابا رو. اینا چیزی که من حاضر تیار کردن دارم این تگی چاقو میشه. این چاقو رو اینا به استفاده میبرن در وقتهای ایلاق رفتن در همین قشلاق هم در همین دیار هم در همه جا هم استفاده میبرن. اینا دوغ جرگات دختر دوغ میکنن از وای روغن میگیرن وای میگیرن. اما
که همش همین چوب بید میشه همه چوب بید اینو میشن طلبات به حد بسیاره در همین توبستون اینا همین سوز کردنش کمتر وزمین تره برای همین این کم میکنیم دو تا سه تا یک سیزون میکنیم همون دو سه تا آدمایی که ضرور هست هواش میگیرن با ویاش با اویان سولده میمونن اینو از درختی بید میشون تو اینا تراشیدنش میتراشید وای کرده کمش که یکون 15-20 روز دوام میکنه بعد 15-20 روز بعد تیار شده چون وای میکنه بعد توب دادن در کار ما گیر کردن دوختن در کار با و همون چوب بید قطعی دوختنش هم از چوبی هم بیدن نه نمیکنه همون ضربیت ما میگیریم میکنیم رشته تیار میکنیم میبندیمش نمیکنه و یک 50-60 سال میروه نمیکنه نامبرده میگوید تیار کردن ساغور و چرخچوب که با آن در ایلاقجا خود دوغ آماده میکنند کار یک نفر نیست. در این کار به من همه اعضای عائله‌ام کمک میکنند. فرزندانم را در اطراف متحد کردم. ما با هم کاری برای جامعه منفعتناک را به انجام میرسانیم زیرا ما توسط همین ساغور دوغ چکه روغن آماده شده دسترخوان هر تاجیک را زیب میدهد. وقتی که دوغ دوختن در سوغوتا که دوختن دوغا جرگوتا دوختن من این چرخچوقتی اینا چختک بود دوره چختکاش میزنن در یک آهن میبندن و میکشن از وای همون جرگوت سول گرشید او بخونه که کم تر میدوزن خودش علاکه مسکش روغنش بولو میبروید بولو که برومد میگیرن درون وای مسکش روغنش جدا میکنن میگیرن و دوغشا میبرن میریزن قروض میکنن امک قلندر در این موسم برای بانوان سوغور چرخچوب آماده می کند. در ایام بعدی باز به تهیه کردن دیگر لوازمات مشغول می شود. می گوید از بس که در زیده موسم زمستان کمی دشوار می گذارد برای تازه کردن برف چونین بیل های کلان می سازد. خلاصه کارم همه وقت در اوج است. این دیاری ما که برف بسیار میزنه ده از برف بسیار میزنه وای میشه برای همین ما برای برف تازه کردن بیل میتراشیم ولی همین خیل وای بیلو رو میتراشیم و این قطعی هم برفی که میزنه تازه میکنم میروبن برف روفته تازه میکنم وای میکنم این پرتان این خیلی همین برای این هر فصل میشه این فقط برای زمستان برای برف تازه کردن است دیگر این کار نمیروه مثال اون داده تا 2 متر 3 متر برف میزد ای ماه یک اکتبر که سر میشد برف زنیره تا ماه اپریل این بهارش بعد هم کم کم ماه می میشه این زیده را حاضر من ماه اپریل ده چی شد بهار شد یک سال یک ماه پیش اومد بود نظر و بهار سالای پیش بود سالای پیشتر در جماعت دیوت زیده وابسته با نظر داشتی اون که برف زیاد میبارید و مشکلات های زیادی بود رفت آمدی مردم به پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه حتی به مرکز ناحیه به مهلت قریب 6 ماه بسته میگردید. در دوره تطبیق هدف های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت از بنبست کمونیکاسیونی بیرون کردن مملکت و رسیدن به استقلالیت انرژتیکی مملکت تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت امروز قریب که تمام مشکلات هایی که در همین بین ساکنان جماعت بودن و برای همین مردم برای همین جماعت بود قریب که حل خود را یافتند. گفته می شود که منظره های دهه زیده مورد توجه بیشتر سینماسازان کشور و ممالک دنیا قرار گرفته است و در صورت موفق شدن فیلم ها من بعد نیز این موضع کوهستان تاجیکستان مکان بیشتر فیلم های مشهور تاجیکی و اروپایی قرار گرفته است. شاید که شما شاید از من منظره های زیبا و دلفریبی که طبیعت در اینجا آفریده است برای
انکشاف کینماتوگرافی تاجیک هم خیلی موفق بود. در طول سالهای زیاد اکثریت فیلم هایی که کیناسود تاجیک فیلم به نوار میگرفت در آن همین دههای جماعت زیده روی نوار می آمدند. زیرا که این منظره ها و همین شرایط محیط زندگی همینجا برای همین آفریدن فیلم ها خیلی موفق بود. اگر شما به خود درسته باشید کینوهای من واقعی در نزد مسیح کونه، خب چرک از چرسنگ، خب بغیر از این کینوهایی هستن که اونها در زمان شوروی اونها رو به نوار گرفته استحصال نمیدن، خودم اونها رو در من خودی ببینیم که در سینما نمایش میدن، آدم‌ها تماشا میکنن. بسیاری فیلم‌های تاجیک فیلم در همینجا چی به نوار گرفته میشه. برای اینکه یک طبیعت زیبا داریم ما. من زن میگیریم طبیعتی که با طبیعت ساختگی نیست، طبیعتی که من خودت پیدا شده از من خیلی کوی بزی کوی سر به فلک کشیده، خودی ترما، خودی برف، من خیلی مثلا میگم طبیعت زیبا دوره. برای همین در اینجا بیشتر فیلم‌ها به نوار گرفته میشوند. یعنی یک میگیم که مکان اساسی، یک نقطه اساسی، یک سرچشمه اساسی خود کینوسود تاجیک فیلم خود همین زیده میباشد. باشندگان دهه میگویند حتی در اکثر فیلم ها تصادفاً نقش آفری کردند. منزل زیست بابای حسن میرزایفی 77 ساله همیشه برای فیلم برداری انتخاب میگردید. در خونه ما فیلم برداشتن من معلم گفتنی بود همیشه استعمال کردن و نوم میشید نوم دوش معلم ای خاطرم برمد همین ریشو قطعی راست شد بگم قریب که نشناخته بودم 100 ساله شد ایلوینم لیکن اکی نظر یک گپ زنم یک گپ شنیدم بایتا قور کنیم و ریشه میگوی من از جوانیم نتوانستم عادت کنم. یک روزم به روی تراشده بگردم. این چی میبینی در همین هفته رسید. خیلی عاقبت همه ما اکا همیه. لیکن نه فهمیدم که همه همی کارای کردگی ما بفایده بوده. این همون دوره های پرتورگیم شرم میداشتم که گاوما تو پادرک. معلم خوجگی اومد کجا اومد قطعی و بچه‌ش میگم مهتابی را خوجگی اومد انم خونه درو برو میکردن اوچه مهتابی اینجا خیلی پیشی بای او دستار خوب رو برداخته که همیتا تو دوش که خیلی معنیش که روزی و اوچش که نیم من نمی خوندنی هم نمیمونم دخترم گفتم اینجا تماشا میکردیم اینجا ناقص بودن کنار شروع بود تماشاش میکنیم تلویزیون را. این وظیفه برای من هیچی نیست لیکن سمندر در بلا نمانه. سمندر بابا مرمان گپی خود بانا بزنیم. معلش پیش مهتابی میرم. مهتابی در خونه نیست. و شما یک در دارین که؟ ایتریزا برو مادرم. چی با ایتریزا؟ ما آدم خیر نباشه؟ جوان مرد دختر نمیشرماند. ما او را که کودکیش میشناسم. رنگی خواهر مای. اکی نظر گفتم که رنگی کودکای. کودک هر روز خونه زنی شوهردار میره. یک مردک که خودش 2 برابر کلونه لطکوب میکنه. کنارریژیسوری معروف تاجیک شادروان طاهر صابرов با افتخار گفته بود که جماعت دیوت زیده این فوند طلایی کینوسودی تاجیک فیلم است. در اینجا ما گفته میتوانیم که فیلم های آخری در نزد مشتی کنه از گنگ تا کرمل خب با ابتکاری کارگردان شناخته جمهوری تاجیکستان ناصر سعیدов فیلم های معلم قیام روز در آن همین جماعت دیوت زیده به نوار گرفته شدگی هستند که امروز تماشا مخلصای زیادی رو به خود جلب کرده هستند. میره واش دومره موجود کوزنیتسو آهنگر بازی کردگیم. ما و کی ولی رژیسور و کی بود استعمال میکردگی طاهر صابر بود استعمال میکردگی. مجبورم کرد که ما همیشه کوزنیت میشن. بعد کوزنیت شوی کوزنیت چرا آهنگری را بردم
خود نویروم بچه‌ام بودن موسفید دودم زنده بود بیام دامون رول بازی کرده Всем прощает старые грехи, проступки. И не бойтесь басмачей, советская власть крепкая. بسیاری آدمای ما بنوار گیفتگن. بغیر از این گوییم که در اونجا رول اساسی من همسایه به همسایه بغیر از این مثلا میگیم یک گوییم که یک آدمی اوورگر یا که آدم‌هایی که مثلا اونها خبر میدن که مثلا من جنازه هست جنازه مثلا فلان اون هم میانش به نور گرفتن خود آدمون همین دیگه میبوشن بغیر از اون اکتورایی که خودی اونها به اون رول ها بازی نمیدن یگم من همین امروز من دیدید که همین اکثریت خانه‌هایی که امروز با بالاپوشی تونکگی شفری حالا که سیموش دیگر کردگی هستن همین ها محصول سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان هستند در تمام سالهای حکومت سوویتی همین خانه‌ها خیلی بالاپوش شفری و تونکگی نداشتند و من همین خیلی که ما حاضر در این بالای بام ایستادگی هستیم عیناً همین خیلی حالت بود و همین حالت‌ها برای همین بناور گرفتن فیلم‌ها یک چی بگم یک امکانیت خوبی بدن که به یگان مثلا زحمت زیادتی به یگان ساختمان‌های علاوه‌ای برای آفرینی همین فیلم‌ها در اینجا موافق بود. اومدن داریم حاضر فرمارت بیاد میکنیم کلین‌های بابای حسن را هنگام نومپزی دریافتیم که سرجم فتیری کورک راست میکردند و در آموزش این هنر خوشنامانشان که همراه با آنها فتیر راست میکرد استاد میشمارند. به قول کلین کلانی فتیری کورک خوردنی دائمی مردم این منطقه است. نان کورکم زیده ده انعنای هم شیر روغن میاندازیم چقدر به مزه میشه برای سحری خیلی بچه ها مغزده ارده کمتر آب قطیوه میکنیم الدرش میکنیم شیر روغن بسیارتر میدازیم که با مزه تر شود و این نمیرسونیم همین میشوریم شو راستش میکنیم نان خمیری نان وای رسیدگی نیست نان رسیدگی هم شیر روغن که بسیار دختیم چقدر برمزه میشوده کلینا دار انم ترینو خمیر کنی خمیر ها سکان که دیگه داود دیگه جوایو منطقه دیگه داد اینا با فطیر میگن نکی دایی منطقه ما زیده ده نون کورکی میگیم ما با نون کلچه میکنیم کلچه کلان میکنیم ما کلچه مایده ما کلچه کلان نمیگیم گیرده میگیم نان گیرده کلان میبندیم با این کلچه مایده ها که ما با مایده میکنیم و یک کلچه میکنیم این دیگه منطقه ده و کلچه کلان میگن ما نان گیرده میگیم کلان چپاتی میبندیم غوسک میبندیم با غوسکش تهنونی میگیم ای چپاتی غوسک کمتره به قول بانوان از بس که خمیری فتیری کورک را نگاه می‌دارند نان کمی سخت‌تر می‌آید و شخصانی کهنسال در استعمال فتیری کورک کمی مشکلی می‌کشند. نان نارسیدگی های سخت می‌شوریمش با کورک وقتی که می‌خوری خیلی نان ملایم نیست ده کرب میکنه وقتی می‌خوری سخته که برای همین کورکش میگیم این اوقات همین چای قند چای ده همقدر بامزه است که همقدر میخوری که اینکه خیلی کمپیرا و موسفیدا ده این نمیشه با این قروتا میکنیم شکرها میکنیم با همین عمودش میشوریم و کورکی ها رو میشوریم با خیلی قد میگیم نونی قد میکنیم و روغن میکنیم ای سرس میکنیم و میبندی خیلی قبط میشه و شکرها میکنیم قروتا میکنیم خیلی اینا که سخته کمپیرا موسفیدا نمیتونم خیلی خورده قروتا ده کلین الان مرده برای نان بپزیم تمام کردیم برای ما بندیم
فرصتی نه کمتر از 10 دقیقه فطیر کورک را دستجمانه در تنور تسبان چسبانیدند و نهایت نانهای سوپ سرخ لالگون آماده شد. طبیعت دلفریب و افسونکاری مفزعی‌زاده هیچ نمیگذاشت که این مکان افسانوی را ترک کنیم، ولی فرصتی در اینجا قرار داشتن ما نیز فرا رسید و ما با خاطره‌های زیاد به سمت پایتخت عزیز شهر دوشنبه برگشتیم.